خسته نباشید منور خانم. سلامت باشی. خیلی ممنون. دارید چی کار میکنید؟ داریم میخوایم نون کرنو بپزیم اینجا. عالی. حالا الان نزدیکه که بیا سنگا رو بریزیم. اینا جغزو دومه، اینا داردوا کماش، اینا روغن. اینجا 4 نفر جمع میشیم محفلی میکنیم. اول فرض خدا یا محسن اینا خوب بشه. سجاد سینه بزرگ. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا خدایا به امید. خیلی کارم خداسازی. هرچند دلم بخواه همونطور میشه. شده دستتون درد نکنه. نوش جونتون. کاملا مشخصه که خیلی خوشمزه است. به این میگن نون کلو. آخر خمیرا یه تیکه اضاف میشه میندازنش داخل تنور.